ассалому алайкум бинандагони азизу гироми қадри барномаи офтоборон, боз ҳам бо маъноҳои нав меҳмони хонаи шумо ҳастем. меҳмони имрӯзаи барномаи офтоборон, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, устоди азизамон Супон Аъзамзод ҳастанд. Ташаккур. Устод, хушомадед мекунем ба барномаи офтоборон. дар ҳар барнома адабиётшиносон, шоирон бо маъноҳои нав ба бинандагони гиромии мо ғизои маънавӣ мебахшанд. Хостем дар барномаи имрӯза яке аз шеърҳои устод Лоиқро ки дар пешгуфтори китоби Хӯросон аст, инҷои Муҳаммадҷон Шакурӣ омадааст, фикру мулоҳизаҳои шуморо дониста бошем. ба бинандагони гиромии мо дар бораи таърихи навишта шудани ин шеър фикру андешаҳои худро баён мекардед. تشکر عرض میکنم. خب زمانی که شعری استاد لایق نوشته شد، همین شعرشان که شما ذکر کردید، جان به قربانی تو میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم، گشته بیت الحزنم، دشمن از چهار طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها به چی نیرو صفی اعدا شکنم. همین شعر خب تاریخی 8 ایونی سال 1996 را دارد. خب آن وقت یکی از دانشمندان معروف تاجیک اکادمیک محمدجان شکوری یک کتاب نوشته بودند با نام خراسان است. اینجا مسئله های ملت، احیای معنوی، زبان و خودشناسی ملی را در بر می‌گرفت. خب و استاد لایق به همین کتاب سرسخن سوزناک، یک سرسخن بسیار مؤثر و تأثیر بخش نوشته بودند. نامش هم ورود به بارگاه این کتاب هست. و در اون زمان استاد لایق یک پیشگفتار دیگری هم داشتند به کتاب دانشمندی معروف تاریخ شناس اکادمیک رحیم معصوف با نام تاجیکان، تاریخ با مهری کاملا سیری، همین گونه یک کتاب نوشته بودند. و استاد لایق با اون کتاب هم سرسخنی دارند که اون کتاب هم بسیار خواندنش وزنین بود، بسیار تأثیر بخش بود، چرا که از مسئله تاریخی تبر تقسیمی تاجیکان در سال 1924 بحث میکرد. و واقعا هم خواندن این گونه سرسخنها دشوار هم بود برای هر مطالعه‌گر، از جمله همین پیشگفتاری که استاد لایق به کتاب استاد اکادمیک علامه محمدجان شکوری با نام خراسان است اینجا نوشتند که چند مصرعش اینجا اقتباس هم شد. و این شعر در حلقه اون اشعاری که در سالهای 90 استاد لایق در زمینه وضعی بسیار ناگوار و وضعی بسیار ناهمواری خلق تاجیک و ملت تاجیک، وضعی طاقتباری جنگ شهروندی تاجیکان در اون سالها، در اون ایام نوشته بودند. این شعری استاد لایق با اون شعرهایشان یک علاقمندی، یک بسیار توأمند. و اون شعرها شما میدانید و بینندگان هم میدانند که در کتاب فریادی به فریادرسی استاد لایق فراهم آورده شده است. بله. پس یعنی سرچشمه این شعر همون زمانی نابسامان بود. بله. بیشتر از با کدام ادیبان تکیه کردن؟ بله. اون شعر در چخیل که گفتیم در وضعی بسیار مهلک، یک در وضعی هلاکتباری تاریخی خلق تاجیک که به جنگ شهروندی یا جنگ خانوادگی یا جنگ هموطنی تعبیر میکنند راست می آید. و تصور کنید پیش از به سازشنامه استقراری ملی و صلح تاجیکان رسیدن چگونه وضعیت هلاکتبار ملت تاجیک را فرا گرفته بود. و استاد لایق در این شعرشان کوشیدند که همون وضعی مصیبت بار که یک درد بسیار بزرگی ملت بود در اونگاه از همون چی کویند خب سخن رانند. خب این اشعار یک نوع اشعاری وطن پرستی استاد لایق است. داننده ها البته آگاهند که استاد لایق اشعاری وطن پرستی در دو سمت دارند. یک سمتی اشعاری وطن پرستی استاد لایق، اشعاری که در آن افتخار از وطن شده است مثلا. بله.
این گونه شعرهایشان در سالهای خصوصا آخری دهه 60 سالهای 70 80 نوشته شده است. شعر افتخار از ملت و در برابر این استاد لایق در همون سالها هم از دردهای ملت، از صحیفه های داغی ملت هم سروده ها داشتند، خصوصا مثلا در موردی از دست رفتن سمرقند و بخارا، خب در موردی خب بسیار جنبه های روحی روانی، مثلا از دست دادن های ملت تاجیک در اون شعرهایشان یادرس کرده بودند و شعرهایی که از دردهای ملی حرف میزنند یا مطلب به میان میگذارند، خصوصا در این طبیعی است که بعدی به استقلال رسیدن و در حالی بعد استقلال رسیدن هم که ما یک مدت در حالی بسیار ناهموار قرار داشتیم، یعنی این منظورمان همون سالهای جنگی وطنی دهه 90 از همین دردها در این سالها باز هم به شدت‌تر، باز هم بریقت‌تر، باز هم مؤثرتر اشعاری سراییدند که در مغزی همون دردها در مغز ملت تاجیک بودند و خب خوانندگان اون شعرهای همچون شعرهای بلند و به شدت و خب بسیار مؤثر قبول کرده بودند و همین چیز در همین شعری استاد لایق هم بسیار نقشی چی یافته است. در مورد اون سوال شما که از کدام اشعار تاثیر پذیرفتند، من فکر میکنم که چنین اشعاری وطن پرستانه که از درد و داغ ملت صحبت میکردند، از درد و داغ خلقهای فارسی زبان صحبت میکردند، همین گونه شعرها در مثلا شعرهای ملک‌الشعرهای بهار، شاعری معروفی فارسی زبان، در ابتدای عصر 20، نیمه اول عصر 20 از اون گونه شعرها مثلا بهره برداشتند. خب مثلا چند یا اینکه از اشعاری شاعری معروفی وطن پرستی که در افغانستان هم از درد و داغ ملی سخن میراند، از خلیل الله خلیلی و چندین شاعران دیگه که خب از حال زار ملتی پریشان گشته فارسی زبان ایرانی نژادان بسیار به درد آمده بودند و به تنگ آمده احوال اجتماعی این ملت را نشان داده بودند، تأثیر پذیرفته است. تشکر زیاد استاد. ما خواستیم درباره مضمون عمومی شعر در هر مصرع فکر و اندیشه های خود را به بینندگان گرامی ما ابراز می داشتیم. بله، خب در همون بیت اولی که اینجا اظهار شد، جان به قربان تو ای میهنی، خونین کفنم بودی بیت الشرفم، گشته بیت الحزنم. ببینید از همین بیت اول شدتی اجتماعی آغاز می‌یابد، یک روحی بسیار پر احتراز هست که خب حالتی زارمانده ملت را در اون دوره نشان می‌دهد. اینجا خب یعنی قربانی استاد لایق قربانی همون وطنی هست یا ملتی هست که در گذشته بیت الشرف بود و لیکن در اون زمان به بیت الحزن تبدیل یافت. بیت الشرف چی هست؟ این از دو عنصر عبارت است، از دو کلمه عبارت است، یکی بیت معلوم که دیگر شرف. مثلا بیت گفته در عادتا در ادبیات ما به جز معنایی که ما بیت شعر میفهمیم، بیت در ادبیات ما به معنای خانه، منزل، حتی به معنای مرز و بوم می آید. بیت به معنای وطن هم هست در اینجا، در همین بیت استاد لایق بیت به معنای وطن هست که در اون اهل ملت اقامت میکنند. اکنون بیت الشرف از ساخته شده از دو جزء است و بیت الشرف در لغت‌های قدیمی، در لغت‌های گذشته خب هر یک از خانه‌هایی است که بیت الشرف هر یک از خانه‌هایی است که خب شرفی سیاره در آن هست. یعنی بیت الشرف یک گپی بسیار گپی ساده عادی هم نیست. بیت الشرف یعنی خانه‌هایی که شرفی سیاره‌های در آن هست. خب مثلا مانند سیاره حمل که همین حمل خب در همین سیاره حمل شرف آفتاب هست، یعنی آفتاب در سیاره حمل شرف می‌یابد. مثلا همچنان که مثلا
یعنی که اینا به زبان نجومی ها گویند. این بیتی هم تو عادی هم نیست. اگر به زبان اهل نجوم گوییم اگر یعنی که شرفی آفتاب در برج حمل ظاهر می شود، شرفی مثلا قمر در برج دیگر، همین گونه هر یک مثلا چی خانه شریف خود را دارند در همین. یعنی که ببینید که وطن خود را با بیت الشرف، یعنی با اون با مانند برج های آسمانی شرفی وطن خیلی بالا برداشته است. یعنی وطن جای مقدس است. وطن هم تو یک وطن جایی نیست که مثلا ما در اونجا هم تو زاده شده باشیم و در اون اقامت کنیم. یعنی همین گونه شرفی وطنی ما را به قرص خورشید مانند میکند و یعنی با آفتاب مانند میکند که در حمل شرف یافته بود مثلا. و همین معنا خاقانی شهربانی هم در ادبیات کلاسیکی ما گفته است که یعنی که قرص خورشید از هود در حمل شد، کرد اعتدال بر وی بیت الشرف مقرر. استاد لایقی از ادبیات کلاسیکی ما فراوان بهره داشتند، زیاد خوانده بودند، همین معنی ها را در قالب زمانی خود هم جای کرده توانستند. یا بیت الحزن ببینید، حزن از کلمه حزن است. یعنی بیت هم اگر با همون معنی خانه گیریم، به معنای وطن گیریم، وطن به بیت الحزن یعنی به یک خانه غم و اندوه گرفتار شد. یعنی اون وقت در همون شرایط سالهای 90 بیت الشرف ما یعنی خانه بسیار بلند و به اعتبار ما به چی تبدیل شد؟ به بیت الحزن، یعنی به یک مصیبت خانه تبدیل شد. همین وضعی همون وقته ببینید که چقدر زیبا در همین بیت افاده کردند. در شعر حافظ بیت احزان هستند. یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور. همون کلبه احزان ان همین بیت الحزن استاد لایقی بسیار علاقمندی خاصه داشتنش از احتمال تو نیست. مثلا کلبه احزان یعنی هم کلبه غم و احزانی بود که بعد رفتن یوسف، جدا کردن یوسف با گویا همتی برادران، با کمکی برادران است که از اون خانه یعقوبی پیغمبر جدا کرده شد، اون خانه به چی تبدیل یافت؟ به کلبه احزان تبدیل یافت. ببینید که این معنی چقدر عجیب و تلمیحی بسیار عجیب است که استاد لایق هم در شعر خودشان از همین معنی ها به کار گرفتند. یا در ادامه همین بیت، در همین ادامه شعر میگویند که دشمن چهار طرف اجنبی و خانگیند، تنی تنها به چی نیرو صف اعدا شکنم. واژه اعدا اینجا دشمن است، شکل دیگرش عدو. بله دشمن است که خب یعنی اینجا به معنای اعدا به معنای سخت دشمن آمده است. بله هم تو دشمنی چی هم نیست، سخت دشمن، مثلا دشمنی بزرگ، اشدی، دشمنی اشدی آمده است اینجا. بله. خب در بیت دیگر میگویند که دوست دشمن نسق و دشمنی تو دوست نماست. بینید چقدر تضادی بسیار جالب اینجا هست. بله. که راست گویم بیپرانند از چشم و دهنم. دشمن نسق، اینجا کلمه نسق باری معنی میکشد که نسق اینجا به معنای یک نظم و ترتیب، رویش، رسم، قاعده هست مثلا. یعنی اینجا دشمن نسق گفته تعبیری ساختند که یعنی دشمنیه که دشمن نسق اینجا به معنی اون که دشمنانه، یعنی بله دشمنانه، یعنی که رویشش دشمنانه هست. نسق چون ترتیب، رسم، قاعده، رویش هست، یعنی که دشمنی را در نظر دارند، دوستی را در نظر دارند که نسقش رویش دشمنی دارد، یعنی دشمنانه کار میکنند مثلا. بله. ببینید چقدر اینجا معنی جالب افاده کرده توانستند. دوست دشمن نسق و دشمنی تو دوست نماست، راست گویم بیپرانند از چشم و دهنم. خب تاجیک اندر وطنی خیش چرا متهم است یا خطا رفت به تاجیک تولد شدنم. فکر میکنم معنی داد این بیت چندان ضرورت ندارد، چون خودش ماهیتی مسئله در این بیت روشن است. همه خلقان دیگر انجمن آراسته‌اند. ببینید یک حسی چی هست اینجا، یک حسی صمیمیت به خلقای دیگری که در دنیا پیشرفته هستند. همه خلقان دیگر انجمن آراسته‌اند، در سمرقند نشد ساخته نیم انجمنم. چون سمرقند خودش
یک انجمنی دنیا بود مثلا در گذشته. یک خودش سمرقند خودش انجمن بود، انجمنی دنیا بود. اکنون در همین سمرقندی که همین گونه مقام داشت، نیمی انجمن هم ساخته نشد. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانیست فلانیست، مخاطب نمانم. اینجا اشاره به همون بیتی علامه اقبال است که میگفت که از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. همین گونه یک شعری داشت، اشاره به همون شعری علامه اقبال است. خب در دیگر بیت میگویند که آن یکی در خم طلا سری خود کرد فرو، دیگری گفت بیا مهوش سیمین زکنم. این هم واقعیت این بیت هم معلوم است که روشن است که استاد لایق از بی‌پروایان غم و غصه این ملت به داد می آیند در اینجا. سیمین زقن این همون یاری هست، یاری سیمینی هست، یا خب لعبت سیمین زقن هم در ادبیات کلاسیکی ما هست، در شعری گذشته ما هست. خب سیمین این به معنای چاق هست، به معنای ماهی خوب هست، ماهرو هست. همون ماهرویی که سیمین زقن به معنای منهی زیبایی گویا محبوب هست. اینجا سیمین زقنان هست، این به این اشاره میکنند. یا در دیگر بیتشان ادامه میدهند که آن یکی گفت برای بی‌پروایان ملت، آن یکی گفت غمی گاو و بزغاله، دیگری گفت غمی خانه و فرزند و زنم. خب دامنی کو گرفتیم و دومی مرکب خیش، خب رفت از دست همه دامنی دشت و دمنم. ببینید اینم اشاره به اونهایی که مثلا از بی‌پروایی ها ما در دامن کوه ها ماندیم و از دست ما چقدر مخزن های بزرگ، خزینه های بزرگ از دست رفت. در یک بیت میگویند ای خراسان، ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویچ کو. یک سوال میگذارند ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نزنم. خب یزدان معلوم است خداوند هستن. خب خراسان چیه؟ خراسان نم البته معلوم است که خراسان این خب در فرهنگ های گذشته به معنای خاورزمین هست، یعنی که شرقی ایران را، یعنی جایی برآمدن آفتاب را خراسان میگفتند، چون خود کلمه خراسان از ریشه خور یعنی خورشید هست. جایی برآمدن خورشید را خراسان میگویند. جایی برآمدن خورشید اکنون در شرقی ایران زمین گیریم، این معنی هم معنی با عمیق‌تر دارد. جایی برآمدن آفتاب، آفتاب از همین جای خراسان برمی اومد، یعنی که از سمرقند و بخارا خراسان آفتاب برمی اومد، یعنی جایی برآمدن آفتاب در قلمروهای ایران زمین این خراسان هست مثلا. یعنی جایی برآمدن آفتاب که این در ادبیات گذشته ما خیلی چی شده است، ستایی شده است. و خب مشرق به معنای مشرق هم غربی ایران است هم شرقی ایران است. همین شرقی ایران رو خراسان میگفتن. یک نام دیگر هست با نام ماوراءالنهر. این ماوراءالنهر رو اما عرب ها دادند. عرب ها به همین قلمرو ما که یعنی آن طرفی نهر، قدیمی این نام فرارود هست، یعنی آن طرفی رود. همین آن طرفی رود را، یعنی رودی امو بود اون وقت که تقسیم میکرد قلمروها رو. اون طرفی رود را اما اون طرفی رودی امو را ماوراءالنهر میگفتند و اون شکل نام ماوراءالنهر در قدیم فرارود، نام فارسی قدیمیش فرارود بود، یعنی فرا هم به معنای اون طرف هست و رود. همین عرب ها ماوراءالنهر کردند. اکنون نامی خراسان چی؟ خراسان در گذشته به معنای وسیعی عالمی ایران نژادان دخل داشت، لیکن رفته رفته خراسان معنی محدود گرفت، یک ولایتی ایرانی امروزه. اما در گذشته خراسان به معنای تمامی همین قلمروی آریایی نژادان بود. خب همین چیزه خراسان میگفتن. خب در اینجا یک وی دیگر هست، یک تعبیری دیگر هست، ساحت ایرانویچ. ساحت به معنای اینجا ساحت به معنای ناحیه هست، به معنای میدان هست، به معنای قلمرو، به معنای فضای خانه مثلا. خب یعنی سوال میدید پیشگاه، حتی پیشگاه، جولانگاه، عرصه، هر چی که گوییم به همین ساحت راست می آید. و ساحت ایرانویچ گفته یعنی
همون فضای خانه‌ای که ما در وقتش ایرانویچ میگفتیم کجا شد؟ گفتنی معنی است اینجا. ایرانویچ در زبان قدیمی زبانشناسا میگویند که ایرانه وجه، یعنی همون مکان اصلی آریایی ها بود. ایرانویچ این جایی که مثلا بعدی آریایی ها از هندوها جدا شدن، این قلمرو نامی ایرانویچ رو هم گرفت. مثلا در گذشته محققان تاریخ زبان میگویند که خلقهای هندوی و آریایی ایرانی یک زندگی میکردن، یک جز زندگی میکردن. وقتی که هندوهای و آریایی ها از همدیگر جدا شدن، از همون دوره تاریخی دوره ایرانی ها آغاز میشود، آریایی ها آغاز میشود و همین معنی رو استاد لایق در همین بیت اشاره کردند. تشکر زیاد استاد. خب از نقطه نهایی شعر چگونه است میخواستیم به بینندگان گرامی ما اندیشه های خود را ابراز میکنیم. یعنی خیلی که در آغاز و ما بین این صحبت هم گفتیم، جوهر شعر خودشناسی ملی، درد ملت، عمیق مقصدی اساسی شاعر عمیق معتبر کردن مردم امروزی ما، نسل امروزی ما از تاریخ پر افتخار ملت است. هشدار دادن است، خصوصا هشدار دادن است که از تاریخ ملت باید آگاه بود و از گذشته هم پر افتخار و هم پر انحراف، هم از گذشته دردانگیز ملت باخبر بود تا دشمنای بیرونه یا دشمنی خانگی، حتی به تعبیر استاد لایق در یک شعرشان میگویند که دشمنی خانگی از خصم برونی بدتر، بیشتر شکوه یوسف زی برادر باشد. بله، چه زیبا، چه زیبا گفتند، اما درد قبط جوهر درد هست. مثلا بینید که ضرری دشمنی خانگی را از دشمنی بیرونه کم نمیدانند. مثلا یعنی این چیز محتوای همین شعر را در بر میگیرد که ما باید به غم ملت خود ما باشیم، ما به غم ثروت‌های معنوی خود باشیم، تاریخ خود را دانیم، در مرحله‌های حساس ملت بزدلانه یا دشمنی مثل دشمنی خانگی وطن را از دست ندهیم. در پیش دوست و دشمن همیشه دارایی‌های و ثروت معنوی وطنمان، ثروت بزرگ ملیمان را حفظ کرده توانیم و غیر هاکذا. من فکر میکنم که خلاصه گرفتن از این شعر خودش یک صحبت دور دراز خواهد شد. چون اگر ما به قبط معنی های این شعر و شعرهای دیگری استاد لایق در همین زمینه اگر وارد شویم، ما ساعت ها در این زمینه میتوانیم گفتگو نماییم و ساعت ها از برداشت های خودی استاد لایق هم اینجا صحبت های زیاد داشته باشیم. اما چون امکان برنامه و امکان خودی بیننده را هم که ما باید فکر کنیم، میتوانیم در همین چند نکته خلاصه خودمان را عرض کرده باشیم. تشکر زیاد استاد عزیز، نهایت صحبت گرم و صمیمی بود. بینندگان گرامی، ما اطمینان دارم که جهان معنوی آنها باز هم قناعتمند کردید. واقعا هر حالت اثری کشوری ما نیز گذشته است. حالا تاجیکستان عزیز ما صاحب استقلال است و صلح و آبادی که امروز داریم هر یک افتخار میکند که در دوسر دولت دنیا تاجیکستان را همچون دولتی دموکراتی و دنیوی حقوق بنیاد میشناسند که افتخاری هر یک نسل امروز است. مهم است همه استقلال ما برای جهان این یک حادثه بسیار مهمی است که ما باید این را ارزش های استقلالی خودمان را حفظ کرده توانیم. بله، هر یک جوانانی که این شعر را قرائت میکنند و یا از آن پند میگیرند با شکر نعمت های امروزه، با نعمت هایی که بر جوانان ما داده شده است به قدرش میرسند. خوش آمدید به برنامه آفتاباران. تشکر، سلامت و سربلند بیمانی. تا غمی تلخی نخوردی از غمی شیرین مگو، تا غمی فردا نخوردی از غمی دیرین مگو. گر تو را ذوق تپش در سینه گردیده است کور، از سکوتی بخردان طاقت و تمکین مگو. بینندگان عزیز و گرامی قدر، در همینجا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.
شما.